بازی رفیقانه تیم‌های ملی تاجیکستان و روسیه که شام 7 نوامبر سال 2022 با حضور بیش از 20,000 تماشابین در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد، با حساب مساوی 0-0 انجام یافت. هرچند روسیه به دوشنبه یک دسته تجربه‌ای را که اکثرش بار اول در هیئت تیم ملی بازی می‌کند به میدان برآورد، در تاجیکستان نتیجه مساوی با روسیه را همچون پیروزی مانید می‌کنند. سرمربی تیم تاجیکستان پیتر سیگرد گفت فوتبال بازان تاجیک احسن جهت از جمله از لحاظ شماره ضربه‌های مستقیم به دروازه حریف با نتیجه 4-3 برتری داشتند و تاجیکستان می‌توانست در این بازی تیم روسیه را مغلوب هم کند. مخلصان تاجیک هم از آن افتخار می‌کنند که روسیه با وجود مقام 33 در بین 211 کشور در ریتینگ فیفا نتوانست تاجیکستان را که در این ریتینگ در زینه 108 است شکست دهد. پیتر سیگرد بعد بازی گفت برای ما این مساوی مثل پیروزی است، چون که تیم روسیه خیلی تیم قوی است. همه از روسیه در این بازی منتظر پیروزی بودند، ولی از لحاظ روانی ما نسبت به حریفانمان دست بازتر داشتیم. عضو تیم ملی تاجیکستان پرویز عمربایف نیز این مساوی را برابر پیروزی دانست و گفت تیم روسیه تیم تاجیکستان را نادیده و کم گرفت که به این نتیجه رسید. ولی سرمربی تیم روسیه والری کارپین گفت آنها پیش خود وظیفه پیروزی به هر قیمت را نگذاشته بودند. دسته برای پیروزی به هر قیمت به خاطر خود در مسابقه ها تلاش میکند. اینجا چنین وظیفه گذاشته نشده بود که هیئت تجربوی دسته هم به آن دلالت میکند، گفت کارپین بعد انجام بازی. ورزشگاه دوشنبه مثل دوره‌های طلایی هنرنمایی دسته آوازه‌دار پامیر دیگر باره بیش از 20,000 تماشابین را جمع آورد. مسئولان ورزشگاه ظاهراً برای قبول چنین شماره بزرگ مخلصان آماده نبودند. بنا به مشاهده شورای سامانه چمپیونات در ورزشگاه دوشنبه همگی یک درآمدگاه کار میکرد که اون هم برای یک دریچه بود و باید 20,000 مخلص از همین یک دریچه وارد میشدند. وقتی که در ورزشگاه آیت‌ها به میدان برآمدند و گیم دو کشور سر میداد، مخلصان هنوز در نوبت ایستاده شتاب زده شدند و در نتیجه در نزد دریچه ورود چنان یک تنبیه به وجود آمد که حتی کارمندان میلیت دیگر کاری با آن کردن نتوانستند. اما یکی از کارمندان ورزشگاه پیش آمدن چنین حالت را به منتالیته مردم ربط بوده است که در نوبت ایستادن را تحمل ندارند و افزود است که شکر خدا کسی در این تنبیه آسیب ندیده است. تیم روسیه روز 20 نوامبر در تاشکند با تیم ازبکستان باز یک بازی رفیقانه انجام میدهد. ماه سپتامبر روسیه در بشکک تیم قرقیزستان را با نتیجه 2-1 شکست داده بود. به کشورهای آسیای مرکزی رو آوردن تیم روسیه در حالی است که در پی شروع جنگ روسیه به ضد اوکراین دسته های فوتبال روسیه را از حق اشتراک در مسابقه های بین المللی محروم کردند و چندین کشور از بازی های رفیقانه با تیم روسیه دست کشیدند.